که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم درس 15 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم موسیقی ملل رو با هم دیگه تمرین کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 15 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم موسیقی ملل. قبلا بهتون گفتم هر قطعه‌ای رو که می‌خوایم بزنیم قبل از هر چیز نگاه می‌کنیم به متر اون قطعه، عدد میزانش که چی هست، شمارش ما چطوریه، قطعه چند ضربیه. خب این قطعه 4/4 هست، مثل تمام قطعات قبلی که با هم دیگه تمرین کردیم. 4/4 یعنی اینکه در هر میزان ما معادل 4 تا نوت سیاه داریم. این که میگم معادل 4 تا نوت سیاه، ممکنه 4 تا نوت سیاه رو ما ببینیم با چشم، ممکنه معادل های اون رو ببینیم. مثلا یه دونه گرد ببینیم توی میزانمون، یه دونه گرد خودش ارزشش معادل 4 تا نوت سیاهه. یا مثلا یه سفید ببینیم 2 تا سیاه ببینیم، یا 2 تا سیاه ببینیم یه سفید ببینیم. به هر حال جمع نوت هایی که توی هر میزان داریم باید معادل 4 تا نوت سیاه باشه. الان اگر میزان هایی که توی این قطعه داریم رو شما یه بررسی بکنید، مثلا توی خط اول میزان های اول و دوم و سوم دقیقاً 4 تا نوت سیاه داریم، ولی میزان آخر فقط یه دونه گرد داریم که گفتم یه دونه گرد معادل همون 4 تا نوت سیاهه. یا مثلا تو خط دوم میزان اول 2 تا سیاه داریم یه سفید. خب یه سفید معادل 2 تا سیاه هست، 2 تا سیاه هم که داریم اونور، پس جمع نوت های داخل میزانمون معادل همون 4 تا نوت سیاه میشه. و از اونجایی که ما با هر شماره‌ای که میشماریم یک نوت سیاه اجرا میکنیم، پس توی هر میزان 4 تا شماره داریم که با هر شماره یه سیاه اجرا بشه و 4 تا نوت سیاهمون کامل بشه. میزان تموم میشه، میزان جدید دوباره با شماره 1 شروع میشه. نوت سیاه ارزشش 1 شماره است، به همون نسبت سفید 2 برابر سیاه میشه 2 شماره و گرد که معادل 4 تا نوت سیاه هست ارزشش میشه 4 شماره. از نظر جمله بندی این قطعه رو که میخواید اجرا بکنید هر خطی رو یک جمله یا عبارت در نظر بگیرید که 4 میزان هست. ما اینجا توی این قطعه توی هر خط 4 تا میزان داریم که هر 4 میزان ما یک عبارت میشه که آخر هر عبارت با این نوت گرد تموم میشه که ارزشش 4 ضرب هست. خط اول نوتاش هست می می فا فا، می فا سل سل، سی سل می فا سل. این یه تمرین خوبه برای شما که نوتی رو که میخواید بزنید اول نوت‌خوانی کنید. سعی کنید سریع نوت‌ها رو بخونید. گیر نیافتید توی نوت‌ها. چشمتون جلوتر از نوت‌ها حرکت بکنه و بتونید یه تیکه از اول تا آخر نوت‌ها رو اجرا بکنید. البته یه سری تمرین‌های برای این کار هست که جلوتر با هم دیگه کار می‌کنیم، ولی فعلا برای اینکه چشمتون راه بیفته و اونجا راحت‌تر بتونید ارتباط برقرار کنید با تمرین‌ها، سعی کنید نوت جدیدی که می‌خواید بزنید رو نوت‌خوانی بکنید. جای نوت‌ها رو بررسی بکنیم. نوت می که روی خط اول هست، دقت کنید تو سنتورمون 2 تا جا داره. خرک هشتم سیم‌های زرد و خرک اول سیم‌های سفید. نوت می که روی خط اول نوشته میشه. از کجا میفهمیم بالا باید بزنیم یا پایین بزنیم؟ قانون داشتیم میگفت همیشه می خرک هشتم میخوره. فقط زمانی خرک اول میخوره که کنار نوت می علامت کرون باشه. اون علامتی که یه خط یه مثلثی داره بهش میگیم علامت کرون. اگر علامت کرون کنار نوت می باشه روی خرک اول اجرا میکنیم، در غیر این صورت روی خرک هشتم میزنیم. خب الان نوت می اینجا هیچ علامتی نداره، پس جای اجرا شدنش میشه خرک هشتم سیم‌های زرد. 2 تا می داریم، بعد فایی که بین خط اول و دوم هست هم باز 2 تا جا داره تو سنتورمون، خرک نهم سیم‌های زرد و خرک دوم سیم‌های سفید. قانون برای نوت فا میگه همیشه فا خرک دوم بخوره، فقط زمانی خرک نهم میخوره که بالاش عدد 9 باشه. عدد 9 یعنی روی خرک نهم بزن، اون بالا اجرا کن. اگر نباشه مثل الان که چیزی نیست باید خرک دوم بزنی. می فا سل سل که میشه خرک هشتم دوم سوم، سی سل می فا سل، سی سل می فا سل. این قطعه
از دو جهت اهمیت داره. یکی اون دو راست دو چپی که اولش داریم، روی اون راست و چپا کار میکنه که بتونیم دستا رو کنترل بکنیم. اول دو تا راست دو تا چپ، بعدش به صورت راست چپ بزنیم، یعنی الگوها و فیگورهای مضرابی رو داره کار میکنه. دوم این پرشی که توی این قسمت داریم از زرد به سفید، این پرش رو داره کار میکنه. دقت کنید توی این انتقالی که از هشتم به اول یا دوم داریم، یعنی از بالا رو سیمای زرد به پایین رو سیمای سفید داریم، توی این انتقاله ضربه ها دقیق بخوره. خب خط اول رو من براتون اجرا میکنم. می می فا فا می فا سل سل سی سل می فا سل. با شمارش میریم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. میریم سراغ خط دوم. نوتامون هست سی سی دو سی سی سل سی دو سی سل فا. ببینید این قطعه اصلا حالت موسیقی ایرانی نداره، اسمش هم بالاش هست موسیقی ملل. چیدمان نوت‌ها به شکلی قرار گرفته که اون فضای موسیقی ایرانی توش ایجاد نمیشه. یکی از علت‌هایی که داره اینه که توش فاصله‌های رو پرده وجود نداره. ببینید اگه دقت کنید از نوت لا توش استفاده نکرده، به دلیل اینکه نوت لا یه فاصله رو پرده ایجاد میکنه به خاطر اون کرونی که داره و اون فضای و حس و حال موسیقی ایرانی رو ایجاد میکنه. چون این قطعه اینو نیاوردتش. خب یکم فضا متفاوت میشه. البته چیزای دیگه‌ای هم هست که حالا الان وارد جزئیاتش نمیشم، فعلا در همین حد بدونید کافیه براتون. به خاطر همینه که اون حس و حال موسیقی ایرانی رو توش حس نمی‌کنید، ولی یه تمرین خوبه و یه آشنایی هست با فضای اینجور موسیقی ها. خط دوم سی سی دو سی سی سل سی دو سی سل فا. میشماریمش 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خط سوم سل 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 فا می فا سل سل سی سی دو دو سی. سل 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 فا می فا سل سل سی سی دو دو سی. میشماریم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خط آخر می می فا فا می فا سل سل سی سل فا فا می. می می فا فا می فا سل سل سی سل فا فا می. خیلی خوب، بریم با مترونوم همین قطعه رو تمرین بکنیم. مترونوم رو میذاریم روی 4 ضربی، سرعت رو 60 گفته. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. من دیگه بنا رو بر این گذاشتم که شما
روی اون اصول اولیه کار کردید. یعنی استایلتون موقع نشستن پشت ساز، دست گرفتن مضراب که انگشتا بچسبه، ساعدمون موقع تمرین حرکت بکنه موقع اجرا، ضربه جای صحیحی بخوره، موقع تمرین کردن نوت‌ها به راست و چپ ها توجه بکنیم، دقیقاً چیزی که خودش گفته اجرا بشه. اینا چیزاییه که باید توی درس‌های قبلی حل شده باشه که دیگه به اینجا که میرسیم دیگه روی این مسائل نخواهیم توضیح بدیم، فقط بیشتر روی حالت‌ها و جزئیات بیشتر قطعه با هم دیگه حرف بزنیم. نکته دیگه‌ای که در مورد این قطعه باید بهتون بگم اینه که حالت این قطعه حالت پنتاتونیک داره، یعنی از نوت‌های می، فا، سل، سی و دو استفاده کرده. یعنی در واقع یک نظام 5 نوتی رو به کار گرفته. از نوت می شروع کرده، می، فا، سل، سی، دو، می، دو، سی، سل، فا، می. این حالت گام پنتاتونیک داره که باز میگم اینا اطلاعات تئوری هست که جلوتر لازمه که شما بدونید و بیشتر با همدیگه در موردش حرف میزنیم. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما وقتی که درس ها رو دارید تمرین میکنید برگردید درس های قبلی رو مرور بکنید. تمرین و تکرار، هرچی بیشتر این قطعه رو تمرین بکنید هم از نظر ذهنی حافظه شما تقویت میشه، هم از نظر اجرایی و فیزیک درس کیفیت اجراتون بالاتر میره. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. خوب و خوش باشید.